دانشجوها رو بگو اصلا سلیمان یه قالی داشت دم به دقیقه پا میشد میومد اینجا دیدن نزد. محل تاجگذاری پادشاهان ساسانی بوده. پادشاه ساسانی می اومدن اینجا تو 1 کیلومتری پیاده می شدن از کجاوهشون اسبشون پیاده می اومدن. مقدس بوده براشون. چرا مقدس بوده؟ چون معبد آناهیتا الهه آب اینجا بوده. جامعه کسی که پادشاهان قبول می‌کردی. سلام، من اینجا خیلی خوشم اومد. سلام، خیلی حال کردم. ببین من خودم دیدم سوال دارم. اینجا گفتن آب سنگین شفا میده. دوستان بهترین ویو برای عکاسی اون برای 12 و 10 دقیقه است. خب اینجا 12 و نیم اینجا حرکت می‌کنید. هر چی می‌خواید بگیرید 12 و نیم اینجا باشید. بعد در نمیاد. یه سری افسانه‌ها اینجا گفته شده. مسلمان‌ها که به ایران حمله می‌کنن، ایرانی‌ها یه داستانی داره. عمقش رو میگن نزدیک 100 متر. ولی باز قطعیتی توش نیست چون بیشتر از 100 متر نشده برن پایین. چون املاح غلظتش زیاده، دید نداره، نوری دیگه حرکت نمیکنه که ما جلومون رو ببینیم و بریم جلوتر. زیردریایی هم فرستادن پایین، جدیدن هم فرستادن، بیشتر از اون نتونست بره. با سونار و اینا هم حدوداً دارن تخمین میزنن ولی باز دقیق مشخص نیست. بعد یونانیا حمله میکنن. کوهی که اونجاست من گفتم بلقیس، اون کوه اسمش اون موقع اسنوند بوده. دیدبانا به اینا میگن که آقا یونانیا دارن میان. اینا توی تاریخ هست. یونان اینجا شکست میخوره، بیشتر از این نمیتونه بیاد جلو. هوا بد بوده، زمستون اسیرشون میکنه، شکست میخورن و برمیگردن. تو اکثر دوره‌های تاریخی که دشمن به اینجا حمله کرده، غنایم ریخته شده توی این دریاچه.
اینجا وایرال میشی. خسته شدم. واقعا ما دمپایی ما بیریه برم سر پیش نون بگیرم. چی؟ عجب آدمی یارو ماموزو شکر می‌کردیم اومدیم بالا می‌خوریم. رسیدیم دیگه اونا نیم ساعتی های دیگه بدبخت‌ترین نوع بشره میبره جای خوب خوش پیاده روی خوش نزدیک خوش کمالی دارم تست میکنم. بچه‌ها گرفتین؟ به این زاویه میخوابین نگاه میکنین. اونش چقدر میشه نگاه کنید؟ اوه سر صدا نکنید فیلم بگیریم. الو بگو یک سلیمون یک میخوره تو سینه‌ش نه سرش. نه ببین اینطوری که میخوره کمرش برمیگرده نه کشتی هستتون الان داداشم کجا شادی فکر کن اینو دیدی الان همینو سوراخو برنامه جنوب نه نساخته یه فرودش همین قدر بهترین جایی که میخواید کامل ببینیم زندان دیو یا زندان سلیمانه. خیلی دوستش دارم. صدها بار اومدم، هر بار میام انگار بار اول نداره. شوق و استرس داره. حتما بیاید هر کی میبینه این ویدیو. چشمه آرتزیان بوده. چشمه آرتزیان یعنی چشمه‌ای که خودجوشه. نمیدونم چند سال، 1000 سال، 1 میلیون سال، 1 میلیارد سال این اومده رسوب کرده رو هم جمع شده. اینقدر اومده بالا. 70 80 متر، 100 متر اومده بالا. دوباره حالا این براش ریخته. این چشمه داشته بر خودش کار میکرده که خدا زمین رو تکون میده و ماگما میاد بیرون. ماگما میگه کجا برم بیرون؟ میگه این راه آب داره میاد. پشت سر این راه آب میاد. پشت سر راه آب میاد بیرون، از اینجا میزنه بیرون. دور و بر ما کلا سنگ آتش فشانی و نمیدونم ماگمای خوش شده و از این جور چیزاست. ولی قبل از اینکه اینجا تموم بشه، موقعی که چشمه بوده، مانایی‌ها اینجا زندگی میکردن. مانایی‌ها این پایین که اومدیم از لابلای دیواره‌های مخروبه‌شون اومدیم. اونا قربانگاهشون بوده. نمیدونم چی قربانی میکردن. آدم قربانی میکردن، حیوان قربانی میکردن، میوه میریختن. خدا میدونه. خیلی مقدس بوده براشون. اون ماجرای چیزش چیه؟ میگن زندان دیو و این داستانا. این که زندان دیوه بهش میگن زندان حضرت سلیمان، زندان دیو حضرت سلیمان. یعنی حضرت سلیمان دیواشو می آورده اینجا زندانی میکرده. و سند مشخصی هم نداریم و یه افسانه محلیه. درست. مرسی. عالی مرسی. مرسی. عالی.